سلام دوستان، وقت همگی بخیر. تو دو ویدیو قبلی در مورد چوبای ماهیگیری صحبت کردیم، پارامترهایی که حتما برید اون دو ویدیو اگه ندیدید ببینید. برای هر کسی دونستن اطلاعاتی که جایی میتونه بخونه، خب در واقع درک کردن اون اطلاعات و استفاده از اون اطلاعات مهمترین قسمت انتخابه. خب میریم سر چرخهای ماهیگیری. بدون در واقع مقدمه میریم سراغ چرخهای اسپینینگ. چرا؟ چون این چرخها این روزا در واقع میشه گفتش که بیشترین بازار رو به خودشون اختصاص دادن، با رنج وسیعی که تولید میشن، در واقع سایزهای مختلف، نخگیری‌های مختلف، شکل اسپولهای مختلف و سرعت‌های مختلف، تونستن یه کاری کنن که در واقع توی دنیای ماهیگیری رتبه اول فروش و مصرف رو داشته باشن. چرخهای اسپینینگ یه مشخصه کلی دارن. اینا اسپولای در واقع ثابت دارن. وقتی میگیم اسپول ثابت منظورمون این نیست که این اسپول نمیچرخه، نه، این اسپول میچرخه و در اثر فشار فقط میچرخه و برای جمع کردن و باز کردن نخ از روش و پرتاب کردن تو هیچ کدوم از این موقع‌ها در واقع ما چرخشی توی اسپول برای جمع کردن یا باز شدن نخ نیاز نداریم. شکل اسپول رو نگاه میکنیم جوریه که در واقع باز شدن نخ از روش نیازی به هیچ در واقع چرخیدن اسپول نداریم. خب ما اینجا در واقع یک کمان داریم که از دو طرف به روتور متصل شده و از یه طرف یه رولر هست که محل خروج نخ از اسپول هست و وظیفه جمع کردن در واقع منظم جمع کردن نخ روی اسپول رو در واقع این حرکت روتور و رولر در واقع با هم دارن. در واقع این اتصال باعث شده که چرخش روتور باعث جمع شدن نخ دور اسپول بشه. ببینین این انتخاب یه چرخ برای یه چوب، حالا ما چوبمون رو انتخاب کردیم رفتیم سراغ چرخ. انتخاب یه چرخ مناسب همیشه لذت ماهیگیری رو برای ما در واقع میشه گفت 100 چندان میکنه. بالانس بودن وزن چرخ با چوب خیلی مهمه. مهمترین قسمت برای ما همینه. خب یعنی چی؟ ببینید تو تصویر میبینید وقتی یه چوب با چرخ بالانس باشه، ما هیچ وزن اضافه‌ای در واقع موقعی که چوب از کمر گرفتیم داریم حمل میکنیم یا تو دستمون هست، هیچ وزن اضافه و در واقع نامعقولی روی قسمتی که چرخ نصب شده احساس نمی کنیم و اگه چرخمون خیلی سبک باشه برای اون چوب، ما وزن در واقع خود چوب رو بیشتر از اون قسمتی که چرخ نصب شده احساس میکنیم و بازم بالانسش به هم میخوره. ببین این احساس راحتی که تو استفاده از چوب و چرخ میکنیم در واقع مدیون این بالانس هستیم. هر سال شرکت ها وزن چوباشون رو میارن پایین، درصد کربن رو میبرن پایین بالا، در واقع نوع حلقه رو عوض میکنن و از حلقه های سبکتر و ریلسیت های سبکتر استفاده میکنن تا بتونن لذت ماهیگیری رو برامون بیشتر کنن. همین داستان هم سر چرخهای ماهیگیری است. اگه قرار باشه این بالانس رعایت بشه، چرخهای ماهیگیری هم باید وزنشون پایین بیاد. نگاه میکنیم میبینیم هر سال در واقع این یه مسابقه بین شرکت‌های تولید کننده لوازم ماهیگیری که چرخ‌های روونتر، قوی‌تر و در عین حال با وزن پایین‌تر تولید کنن. خب تا حدی هم این امکان هست و شده و می‌بینیم که خب وزن چرخ‌ها نسبت به قدیم خیلی پایین‌تره. این اشتباهو خیلی‌ها می‌کنن که فکر می‌کنن یه چرخ اگر تمام فلزی باشه حتما چرخ خوبی است و اگر اینطور نباشه چرخ مصرفی هست و موندگاری نداره. نه، اینطور نیست. متریالی که الان استفاده میشه متریالایی هست که روشون تحقیق شده، سالها در واقع روشون تست‌های مختلف انجام شده و این روزا نگاه میکنید که جایگزین فلزات توی چرخ‌های ماهیگیری شده. خب ما وقتی جعبه یه چرخ ماهیگیری رو بررسی میکنیم روش یه سری اطلاعات میبینیم. حالا میخوایم یه کاری کنیم که بتونیم از اون اطلاعات تو انتخاب استفاده کنیم. وزن چرخ هست. وزن چرخ‌ها رو همه جعبه ها می‌نویسن. این وزن چیزی نیست که بگیم توش تقلبی میشه. خب در این مورد من توضیح میدم براتون که تو چه مواردی امکان تقلب هست و تو چه مواردی امکان تقلب نیست. وزن چرخ چیزیه که میتونیم از روش بخونیم و خیلی برای ما مهمه. ما نمیتونیم روی چوبی که مثلا برای اسپین
سبکمون گرفتیم یا برای اسپین مدیوممون گرفتیم یه چرخ فوق‌العاده سنگین بذاریم. خب پس این وزنش رو خیلی باید مورد در واقع توجه قرار بدیم. ببینین ما سر هر سبکی که بریم چرخهای اون سبک رو بررسی میکنیم، پس خیلی نگران این داستان نباشید. میریم سراغ اطلاعات بعدی که روی چرخها نوشته شده. تعداد رول بیرینگش هست که معمولا یه عدد به علاوه یک، عدد اول تعداد بول بیرینگ چرخ هست، عدد دوم که یک هست در واقع رول بیرینگ توی رولر چرخه که بهتون گفتم کاربردش چیه و این چه معنی داره. ببینید هرچی تعداد بول بیرینگ چرخ بیشتر باشه چرخ روونتر کار میکنه، تأثیری توی قدرتمندتر شدن یا نبض شدن چرخ نداره و صرفا جهت روونتر شدن و کار کردن چرخ با کمترین استهلاک و استهلاک در واقع طراحی شدن. جنس خود این بول بیرینگ ها خیلی مهمه. صرفا وجود تعداد زیادی بول بیرینگ توی چرخ نمیتونه برای ما مثلا ملاک انتخاب باشه. خیلی شرکت های چینی اینو به عنوان یه تقلب استفاده میکنن. نگاه میکنین یه چرخ رو زده مثلا 16 به علاوه 1 14 به علاوه 1، در صورتی که این عددا اصلا ملاکی برای انتخاب ما نیست. ما اصلا کلا در مورد چرخهای بی‌نام صحبت نمی‌کنیم. صحبت ما در مورد چرخهایی که شما میتونید تو اینترنت اسمش رو بزنید و شرکتش رو پیدا کنید، سایت معتبر داشته باشه و فروشگاه‌های معتبر رو عرضه بکنه. در مورد اطلاعات بعدی که روی جعبه چرخ ها میتونید ببینید سرعت چرخ هست. سرعت چرخ به ما چی میگه؟ معمولا این یه عددیه که با یک و یک عدد اعشاری همراه هست. یک که معنیش اینه که هر بار دسته به صورت 360 درجه یک بار دور خودش بچرخه و دوباره برگرده سر جای اولش. چند بار این رولر و روتور دور اسپول چرخیدن. معمولا یه عدد اعشار هست. مثلا توی چرخهای متوسط نگاه می‌کنیم 5.2 هست، یعنی توی یک بار چرخیدن دسته 5.1 بار این دور اسپول میچرخه. چرخهای کندتر هستن که 4 و مثلا 3 هستن و چرخهای سریعتر هستن که 6 و مثلا 2 هستن و این سرعت چرخ ما نشون میده. ما بعضی سبک‌های ماهیگیری نیاز به چرخهای سرعت بالا داریم، توی بعضی از کار در واقع روش‌های ماهیگیری نیاز به چرخهای سرعت پایین داریم. پس اینطور نیست که هر چرخی سرعتش بالاتر بود بهتره. ما سبکمون مهمه و انتخابمون رو مبنی بر اون سبک میکنیم. و عدد بعدی که باز هم به این عدد مربوط هست مقدار نخی هست که به سانتیمتر هر بار چرخیدن دسته دور اسپول جمع میشه. این عدد یه عدد ثابت نمیتونه باشه. قطر در واقع اسپولمون با جمع شدن نخ تغییر میکنه و هر بار چرخیدن در واقع حرکت روتور دور اسپول یه مقدار ثابت نخ رو جمع نمیکنه. ولی این عدد برای در واقع مقایسه دوتا چرخ میتونه کمکمون بکنه که بدونیم کدوم چرخ با هر بار چرخیدن دسته نخ بیشتری رو جمع میکنه. خب اینم پس مربوط بود باز به سرعت چرخ. و ما عدد بعدی که روی در واقع جعبه چرخ ها میبینیم که معمولا به صورت جدول هست مقدار نخی هست که دور اسپول جمع میشه. نخگیری چرخ برای ما خیلی اهمیت داره. بستگی به سبکی که کار میکنیم، سایزی که انتخاب میکنیم، انتظار داریم که بتونیم چقدر نخ رو اسپولمون داشته باشیم تا در واقع به یه حد سیف برسیم. اینو در واقع خودمون میدونیم و دنبال چرخی میگردیم که اون مقدار نخ رو جمع بکنه. و نوع اسپولی که انتخاب میکنیم باید با کاری که میخوایم انجام بدیم همخونی داشته باشه. ما اسپولای مختلف داریم. اسپولای دوکی شکل داریم که برای پرتاب بلند انتخاب میشه. اسپولای شلو داریم که در واقع عمق کمی دارن و طول زیادی دارن و نخی که روی اونا در واقع بارگیری میشه سایز پایینه و معمولا نخ براید هست. و اینجور چرخ‌ها معمولا چرخ‌های سرف کاستینگ هستن. و ما چرخ‌هایی داریم که اسپولای عمیق‌تر داره و مخصوص پرتاب بلند اصلا طراحی نشده
و بیشترین چیزی که براش اهمیت داشته برای اون سبک اهمیت داره داشتن نخ با در واقع قطر بالا و متراژ زیاد هست و بارگیری نخ زیادی رو در واقع میشه رو اونا انجام داد و گنجایش زیادی دارن. معمولا چرخهایی که برای جیگ کار میکنن استفاده میکنن یه همچین مشخصاتی داره، چون اونا پرتاب بلندی نیاز ندارن و در خیلی از مدل‌ها اصلا پرتابی احتیاج ندارن، ولی نخ به در واقع مقدار زیاد احتیاج دارن. پس اونا میتونن اسپولای عمیق‌تر رو در واقع استفاده بکنن. ببینید فقط با بررسی اسپول یه چرخ شما میتونید خیلی اطلاعات در مورد کاربرد اون چرخ داشته باشید. پس از هیچ کدوم از اینا ساده نگذارید. جایی که اسپول روی چرخ نصب شده در واقع پیچی که نگه دارنده اون هست پیچ درگ چرخ هست، بهش کلاج هم میگیم. این در واقع مقدار تعیین کننده مقدار نیرویی هست که لازمه تا اسپول ما بدون چرخش روتور نخ باز کنه. پس این میشه گفتش که قدرت چرخمون رو با این تعیین میکنید. الان چرخی که دست من هست توش QD نوشته شده. ببینید اینا رو من به صورت جدول سعی میکنم براتون توی یه تصویر بذارم. واقعا کاربرد داره. خیلی از این عددا برای شرکت‌های خاصی هستن، خیلی از این عددا نه، توی شرکت‌های مختلف در واقع مشترک هستن. QD معنی کویک درگ میده. ناکنین این الان تو صفرترین حالتشه و با یه حرکت کوچیک کاملا آزاد میشه. این درگ سریع داره رو خودش برای مبارزه با ماهی. در واقع تو اون زمان با یه حرکت کوچیک من میتونم به ماهی نخ بدم بره، یا میتونم ماهی رو نگه دارم که اگر مثلا جایی پوچش گیاهی اصلا ماهی داره به اون سمت فرار میکنه، جلوی رفتن ماهی به اون سمت رو بگیرم. خب استفاده از این کاربرد در واقع استفاده از کلاج چرخ‌ها خودش نیاز به مهارت داره. سعی کنین هیچ وقت اونو کامل نبندین حین ماهیگیریتون، اصلا ما نیازی به این کار نداریم. سعی کنین همیشه یه جایی اون وسطا باشه موقعی که دارین ماهی رو پمپ میکنین. موقع پمپ کردن ماهی ما اگر اینجا چوب باشه، چوب رو گرفتم، چوب رو به سمت بالا پمپ میخوام بکنم، دستم رو خیلی راحت روی اسپول میذارم، خیلی راحت دستم روی اسپول میذارم و با کمی فشار اجازه نمیدم اسپول باز بشه و ماهی رو پمپ میکنم. اگر جایی احساس کنم که زور ماهی طوریه که ممکنه به وسایل من صدمه بزنه، یا ممکنه به خودش صدمه بزنه، یا ممکنه نخم پاره بشه و هر اتفاق اینطوری بیفته و داره در واقع یه ران میخواد انجام بده در حین پمپ، من خیلی ساده است، نیازی نیست کار خاصی انجام بدم، فقط دستم از روی اسپول برمیدارم، چون در واقع کلاجم اون وسطا گذاشتم، ماهی میتونه از من نخ بگیره و هر جا احساس کنم که رانش دیگه سرعت اولیه رو نداره و نفسش گرفته شده، دوباره شروع میکنم به پمپ کردن ماهی. پس تو استفاده از کلاژ حواستون باشه هیچ وقت اینو تا ته نبندید. این یه اشتباه خیلی بزرگه که بعضی از ماهیگیران میکنن و ماهی رو تا جلوی پاشون میارن. ماهی به قدر فشار روی لبش بوده که جای قلاب باز شده و دیگه یه سوراخ بزرگه و با یه به قول معروف کله زدن از جلوی پاشون فرار میکنه. این داستان کلاج. ببینید روی اسپولا معمولا ما یه در واقع پینای این شکلی میبینیم که جاییه که ما نخ رو میندازیم. بعدا توی کپورگیری بهتون کاربردهای دیگه اینم میگم. ما در واقع میتونیم با این علامت گذاری کنیم که چقدر میخوایم نخمون تو پرتاب باز بشه و اینا رو جلوتر بهتون میگم. فقط الان بدونین که موقعی که جمع میکنین یکی از کاربرداش اینه که میتونین تای نختون رو اینجا بذارین. بعد خیلی چیز زیادی نداره استفاده از این چرخا. برای پرتاب ما کمان رو باز میکنیم، نخ با انگشت نگه میداریم و تو پرتاب رها میکنیم. 100% برای پرتاب براتون ویدیو جدا میذارم. عدد دیگه ای که ما روی چرخا در واقع جعبه چرخا میبینیم و میشه گفتش که شاید 10 ساله که همچین چیزی انقدر مد شده. قبل از اون درگ چرخا روی تک تک چرخا درگ نوشته نشده بود و میشه گفتش که حالا باعث بانی این کارم شناخته شده است، برند شناخته شده یه هممون میشناسیمش. حالا نمیخوام خیلی وارد این موضوع بشم که چقدر درسته چقدر غلطه، ولی عددی که میزنن درگ چرخ قدرتی در واقع میشه گفتش که اگر من این کلاژ رو تا ته ببندم، مقدار قدرتی که نیرویی که لازمه در واقع به کیلوگرم
به این وارد بشه تا اسپول من نخازاد بکنه، اون عدد درگ چرخه، در ماکسیموم درگ چرخ من هست که روی بعضی جعبه ها میبینیم این روزا نوشته شده برای مبتدیان یه معیار انتخاب خیلی مهمی شده که کاملا اشتباهه، چون اصلا نمیتونید به این عدد اطمینان کنید. ببینید ما به خاطر مثالای ضد و نقیضی که توی در واقع تولیدهای حتی یک کارخانه میبینیم و میبینیم که خب خیلی راحت روی یه چرخ کوچیکی که خیلی چرخ بازاریش هست مثلا زده درگ مثلا 10 کیلو 12 کیلو و باز همون شرکت رو نگاه میکنیم روی محصولات خیلی معتبرش که خیلی هم قیمتهای بالاتری دارن و روشون خیلی هم مدعی هست درگ رو نتونسته از اون حد حتی بالاتر که هیچی، شاید بعضی از محصولاتش به اون حد هم نرسیده. خب به خاطر دیدن این مثال‌ها اینا میتونیم بگیم که در واقع درگ چرخ رو خیلی بهش اطمینان نکنید. یه عددی اونجا نوشته شده نشون میده چرختون چرخ پرقدرتیه، به همین حد بهش نگاه کنید. فکر نکنید که خب اگر این چرخی که مثلا اندازه کف دسته روش نوشته 12 کیلو درگ، خب طبق یه سری محاسبات میشه گفتش که هر چرخی میتونه تا 3 برابر ماکسیموم درگ خودش ماهی از آب در بیاره. تصور کنید با اون چرخ بخواید واقعا طبق این استانداردی که الان من گفتم بهتون یه ماهی 40 کیلویی تو آبشور بیاریم بیرون، 100% چرختون نابود میشه. پس اون عدد ملاک انتخاب نباشه اصلا. شما اگر ماهیگیر باشین و ماهیگیر میشین به هر حال، بعد از ماهیگیری کردن چند جلسه ماهیگیری رفتن، چند تا مبارزه، چند تا از دست دادن ماهی، همه ماهیگیر میشن. پس اون روز متوجه میشین که شما با یه چرخی که درگش شاید چیز آنچنانی نباشه میتونین ماهیای خیلی بزرگی رو در بیارین و این درگ اون چیزی نیست که مثلا شما بخواین روش ملاک انتخاب باشه. چرا؟ شما وقتی دارین ماهیگیری در واقع بیگ گیم انجام میدین و خب دیگه بحث استفاده از چرخ‌های بازاری نیست، شما باید برین دنبال چرخ‌هایی که مخصوص اون کار در واقع طراحی شدن. اون چرخ‌ها قیمت‌های بالایی دارن، شرکت‌هایی که میزننشون شرکت‌های فوق‌العاده معتبری هستن و دیگه اونجاها میتونین تک تک این مشخصات رو در واقع بهشون خیلی اهمیت بدین و بازم میگم بازم تو اون محصولا اون درگی که نوشته شده جای سوال هست همیشه، چون چیزی نیست که قابل اندازه‌گیری به این شکل باشه و در همین حد بهش نگاه کنید. یعنی اون چیزی که در مورد وزن چرخ گفتم، شکل اسپول گفتم، نخگیری چرخ و متریال چرخ، اینا خیلی مهمتر از اون عددیه که برای درگ چرخ نوشته شده. خب نمیخوام ویدیو رو طولانی کنم، این ویدیو در حد آشنایی بود با چرخ‌های اسپینینگ. تو ویدیوهای بعدی حتما سراغ چرخ‌های فلای میریم، چرخ‌های بیتکست رو مورد بررسی قرار میدیم، چرخ‌های جدید اوورهد که برای جیگ طراحی شدن رو بررسی میکنیم. ولی فعلا ویدیو بعدیمون اختصاص داره طبق قولی که بهتون داده بودم از قبل به صید قزلالا و میخوام اونجا یه کار کنم که چه تو رودخونه، چه دریاچه مصنوعی، شما هر جا که برای قزل برین با چند روش خیلی راحت بتونین موفق بشین و نیازی به خرید بعضی از طعمه هایی که حالا این روزا خیلی باب شده و بعضی احساس میکنن که مثلا میگم اگر بیریکلیشون تمام شده پس یعنی برای قزلگیری نمیرن، حتی به دریاچه‌های مصنوعی هم نمیرن. میخوام این باور کلا از ذهنتون خارج کنین. چند روش میگم که خیلی راحت هر جا میرین موفق به صید بشین. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.